سلام دوستان، وقتتون بخیر. امروز یه چیز بسیار جذابی براتون آوردم. لایک کنید، فالو کنید، ببینید چی آوردم. این ظرف برای آب کردن وکس و شمعه که موقعی که توی آرایشگاه میرین یا خودتون میخواید تو خونه استفاده کنید، این دستگاه رو به برق میزنید و مواد رو داخل ظرف میریزید و میذارید تا آب بشه. وقتی که آب شدم سیلیکونیه، کامل مواد که خنک شد از کف ظرف جدا میشه و شما نمیخواد ظرف بشورید، نه جایی چکه میکنه و نه خرابکاری میشه. حتی برای شمع سازی بچه ها یا خانوما دیدین وقتی که میخوایم شمع بسازیم باید یه ظرف فلزی بذاریم روی گاز و چقدر همه جا کثیف کاری میشه، ولی با این راحت خودش هم دسته داره که میشه راحت شمع توی قالبتون بریزین. چیز بسیار خوبیه.